امروز همونطور که بچه متوجه شدید شرایط رو دیدید بچه ها، همونطور که متوجه شدید ما حالا باید دنبال غذا باشیم به عنوان انسان‌های نخستی. غذا وقتی میخوایم پیدا کنیم آقا خب یه موقعی یا طرف میرفت میوه میچین، نمیدونم هویجی، سیب زمینی چیزی برمی‌داشت، باید شکار میکرد. من احساس میکنم اول شکار میکرد بعد تازه میوه درست شد. من همچه حسی دارم. آره کشاورزی بعدش بود که وقتی کشاورزی کردن تبدیل شدن به انسان‌های هوشمند، دیگه ناندرتال نبودن. احسنت. بچه سلاحو که ما ساختیم باقیش کو؟ و بعد از سلاح چیه؟ مرحله اینه که آقا شکار رو بخوای شکار کنی، زنده بگیری یا اصلا مرده بگیری. براش ما باید تله بسازیم. بچه اینا وسایل تله سازی ما. مرده بگیری روح من میخوایم همه چی ما میگیریم. حالا این وسایلمونه. چند مدل تله میشه ساخت که من و نیما با چیزایی که خودمون یه چیز حالیمون و خلاقیت خودمون میخوایم تله بسازیم. اینا وسایل مورد نیاز هر کی هرچی که بخواد میتونه استفاده کنه. جدا میخوایم ببینیم کی بهتر تله درست میکنه با خلاقیت خودش. هر تله کی کاربردی تره. آره من وسایل خودم، اون جعبه مال منه، من وسایل خودم گرفتم. هر کی واسه خودش خریدش انجام داده. اون موقع سوپرمارکت بوده، میتونستیم تو انترنت مثلا یه قاری بوده میرفتم مثلا 10 تا صدف میدادی یا مثلا چیز دیگه میدادی، چیزی که می‌خواستی رو می‌گرفتی. چیز دیگه که مثلا گوشت میدادی. آره چیزایی که شکار کردی. آره دقیقاً اونا رو میدادی و میگرفتی. حالا قراره با هم سرتر بریم سراغ درست کردن تله، ببینیم که کی قشنگ‌تر درست میکنه. آماده ای؟ بله بزن بریم. خب بچه‌ها همونطور که می‌بینیم من از اونجایی که میخوام 2 تا تله فکر کنم اگر بتونم درست بکنم، اولین تله رو من نیاز به جعبه دارم. من یه ویدیو دیده بودم، خیلی دوست داشتم اینو اجرا بکنم. خب خیلی خوب. ببینید بچه‌ها اول باید یه جعبه درست بکنیم، یعنی یه چیز حالا